آقای رحمتی سلام، شب شما بخیر. عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون، همچنین میهمان عزیزتون سعید عزیز و بینندگان عزیزتون. در خدمتتون هستم. سلام عرض میکنم آقای رحمتی و تبریک میگم بردتون و بابت تیم خوبتون. اتفاقا ذکر خیرتون با آقای میثاقی بود. ممنونم از لطف شما آقای اخباری. منم تبریک میگم صدرنشینی شما رو، ان شاءالله تداوم داشته باشه. هرچند که آقای میثاقی اصلا علاقه‌ای به سبک و مدل بازی تیم ما نداره، به خاطر اینکه اصلا هیچ صحبتی راجع به این مسئله نمیکنه و فقط همین تو برنامه امشب هم گفت خیبر تراکتور رو برد با یه بازی پرهواشی و این برای خود من خیلی جالبه. در خدمتتون هستم آقای میثاقی. سلامت باشید. نه کلی ازت تعریف کردیم نبودی، اتفاقا فکر کنم اونا رو نشیده. برنامه امروز با هم صحبت کردیم که آقا این تیم تو پرس گفتیم خیلی خوبه، گفتیم جوونایی که امسال بازی داده، استحکام تیمی و اینا، اون قسمت سازماندهی خیلی خوبی که